بازداشت و شکنجه غیرنظامیان در پنجشیر. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشری به پنجشیر سفر کرد. اقرار طالبان بر ناتوانیشان در خدمتگزاری برای مردم. ملا برادر میگوید که هنوز هیچ کار اساسی برای مردم نشده است. ادعای تاجیکستان بر توزیع هزاران پاسپورت افغانستان به تروریستان از سوی طالبان. وزیر داخلی تاجیکستان گفت که طالبان به بیش از 3000 تروریست پاسپورت افغانستان صادر کرده است. و ایران با ارسال موشک و پهپادهای بیشتر بر روسیه موافقت کرد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، به پنجشیر رفت. خبرگزاری باختر تحت اداره طالبان میگوید آقای بنیت برای بررسی وضعیت حقوق بشر و دیدار با مسئولان محلی این گروه و مردم به این ولایت سفر کرده است. همزمان با این سفر باشندگان ولسوالی پریان پنجشیر علیه طالبان اعتراض کرده است. به دنبال تیرباران اسیران جبهه مقاومت توسط طالبان، ماه گذشته ریچارد بنیت از طالبان خواست که در مورد کشتارهای پنجشیر تحقیقات واقعی و مطابق معیارهای بین المللی انجام دهد. آن زمان این اظهارات ریچارد بنیت با واکنش تند سخنگوی جبهه مقاومت روبرو شد. سخنگوی جبهه مقاومت گفت که طالبان عاملان اصلی این جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هستند. در ماه جوزای سال جاری، محمد علم عزتیار، معاون سابق سنای افغانستان، به نقل از ریچارد بنیت گفت که او می‌خواست برای مستندسازی و گزارش نقض حقوق بشر توسط طالبان به پنجشیر برود، اما از سوی یوناما به دلایل امنیتی برایش اجازه سفر داده نشد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در حال به ولایت پنجشیر سفر می‌کند که باشندگان ولسوالی پریان پنجشیر در واکنش به بازداشت و شکنجه شدید یک نظامی پیشین توسط طالبان روز چهارشنبه در چندین روستا علیه این گروه اعتراض کردند. منابع می‌افزایند که طالبان مانع گسترش این اعتراضها شده است. معاون رئیس الوزرای طالبان در افتتاحیه 27مین نمایشگاه خزانی محصولات زراعتی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفت مردم خیلی خسته‌اند و تاکنون هیچ کار اساسی برای آنها نشده است. ملا عبدالغنی برادر افزود من از همه مسئولان می‌خواهم که متوجه مسئولیت‌های خود باشند. در صفحه توییتر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان نوشته شده که ملا عبدالغنی برادر گفته در حال حاضر بیش از 70% مردم افغانستان مشغول زراعتند و زندگی روزمره آنان به همین وابسته است. او از بخش خصوصی درخواست کرده که با تولید ادویه با کیفیت زراعتی به دهقان کمک کنند. وزیر داخلی تاجیکستان در کنفرانس همکاری‌های بین المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم گفت که طالبان تاکنون به بیش از 3000 نفر از اعضای گروه‌های تروریستی پاسپورت افغانستان صادر کرده است. رمضان رحیم‌زاده افزود این وضعیت یک بار دیگر خطر رژیم طالبان را تایید می‌کند. کنفرانس همکاری بین المللی و منطقه‌ای امنیت و مدیریت مرزها برای مقابله با تروریسم و جلوگیری از حرکت تروریست‌ها روز سه‌شنبه 26 میزان 1401 برای 2 روز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز به کار کرد. این کنفرانس 2 روزه با همکاری سازمان امنیت و همکاری اروپا، تاجیکستان، دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی و قطر برگزار شده است. وزیر داخلی تاجیکستان امروز چهارشنبه 27 میزان خطاب به شرکت کنندگان تاکید کرد که مشکلات افغانستان باید در کانون توجه همه باشد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هم در روز اول این نشست گفته بود که ده‌ها هزار مجاهد و انتحاری در افغانستان آموزش می‌بینند. طالبان تا اکنون به این اظهارات مقام‌های تاجیکستان واکنش نداشتند، اما این گروه در چند روز اخیر کارزار را در توییتر برآ انداختند و با تقدیر و تمجید از نیروهای انتحاری خود در 20 سال گذشته این اقدام را تبلیغ می‌کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که بر اساس توافق قرار است این کشور پهپاد و موشک‌های بیشتر به روسیه ارسال کند. دو مقام ارشد دولت ایران به رویترز گفتند که این توافق در 6 اکتبر هنگام انجام شده است که شمار از مقام‌های این کشور برای گفتگو در مورد تحویل تسلیحات به مسکو رفته بودند. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران، دو مقام سپاه پاسداران و یکی از مقامات شورای امنیت ملی این کشور از کسانی بودند که در این نشست شرکت کردند. یک دیپلمات ایرانی که از جریان این سفر آگاه است گفت روس‌ها پهپادهای بیشتر و موشک‌های بالستیک ساخت ایران با دقت بالا به ویژه خانواده موشک‌های فاتح و ذوالفقار را درخواست کردند. یک مقام در غرب نیز تایید کرده که توافق برای ارسال موشک‌های کوتاه‌برد بالستیک از سوی ایران به روسیه صورت گرفته است. گفته می‌شود یکی از پهپادهایی که ایران قصد دارد به روسیه بیشتر عرضه کند شاهد 136 است که به عنوان هواپیمای تهاجمی هوا به زمین کامیکازه استفاده می‌شود. فاتح 110 و ذوالفقار شامل موشک‌های بالستیک می‌شود که جمهوری اسلامی
به روسیه ارسال می‌کند. در 2 هفته گذشته حملات مرگبار به پایتخت اوکراین صورت گرفت که مقام‌های این کشور گفتند در این حملات از پهپادهای ساخت ایران استفاده شده است. این در حال است که روز سه‌شنبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی استفاده از سلاح‌های ارزش شده توسط این کشور را در جنگ اوکراین تکذیب کرد. روسیه نیز استفاده از پهپادهای ایرانی برای حمله به اوکراین را رد کرده است.